این داستان فلسفی نثری شاعرانه است که هرمان هسه در سال 1923 پس از مسافرت هندوستان به رشته تحریر درآورد. زیبایی گفتار و عمق مطالب این داستان با سادگی بی‌نظیر و نثری شعرگونه نوشته شده است و بدین جهت ترجمه آن به راه بسیار مشکل می‌سازد. هرمان هسه شاعر و نویسنده بزرگ معاصر در 2 ژوئیه 1877 در شهر کالوی آلمان از پدری از اهالی استونی در ساحل دریای بالتیک و مادری سوئیسی فرانسوی زبان متولد می شود. پدر و مادر هرمان هر دو به امور تبلیغی مذهبی اشتغال داشتند و خود او نیز در سنین جوانی همین کار را می کرد و مدتی نیز در شهر پال کتاب فروشی داشت. هرمان از جوانی به مسافرت‌های دور و دراز پرداخت و سرانجام در سوئیس مسکن گزید و به تبعیت آن کشور درآمد. اولین اثر او مجموعه شعری است که در 1914 نگاشته شده و 2 سال بعد انتشار می‌یابد. در این مجموعه روح آزاد و صلح‌پرست او به خوبی شرح داده شده است، اما مجموعه مزبور مورد انتقاد شدید اولیای امور آن وقت آلمان قرار می‌گیرد و از آن وقت هرمان از آلمان به دور می‌رود. بعد از مدتی داستانی به صورت شرح حال از خود انتشار می‌دهد که بسیار مورد توجه مردم قرار می‌گیرد. شهرت او و محبوبیت او اینک بسیار زیاد شده بود و وی با نام مستعار امیل سینگلر داستان‌ها و مجموعه‌های زیبای شعر منتشر می‌نمود. پس از آن وی اثرات زیبایی چون سیزارتا، برگ بیابان، گروترود، دانشمندی از مشرق زمین و آقای لودی یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای را انتشار می‌دهد. در سال 1945 جایزه ادبی گوته و در سال 1946 برای کتاب آقای لودی یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای جایزه ادبی نوبل به وی اهدا می‌شود. هرمان هسه بیشتر از هر چیزی شاعر و نویسنده است که عشق سرشار به آزادی فکر و عمل به جهان و جهانیان دارد و شور این عشق از خلال سطور آثارش چه نظم و چه نثر مشاهده می شود. وی به خوبی بدین نکته واقف است که کشمکش یک فرد بشر و علل خصوص شاعر بیشتر از هر چیز با خودش می باشد و باید خودش را بشناسد و می تواند دیگران را دوست داشته باشد و ایجاد نشاط کند. در شرح این احساس وی نیز مانند بیشتر نویسندگان رمانتیسم آلمان قهرمانان داستان را تا